دیگه ناچارم باید از اینجا رد شم. گاد میخوام از این آب بخورم. یس! منطقه‌ای که من دارم بهش ورود پیدا میکنم حتی خود محلی‌ها هم نمیان اینجا. چرا؟ چون 3 تا پلنگ اینجا اخیراً ول کرده باغ وحشی‌ساری و اینکه اینجا مناطق پر از باتلاقه. یعنی هر جا قدم بذاری ممکنه که پات بره پایین و اصلا معلوم نیست چطوره. پس برو بریم. گفتم اینجا پر از مناطق باتلاقیه. ببینید اینجا نیمه باتلاقیه. میبینید؟ خب بعد از اینکه کلی منطقه رو بررسی کردم الان میخوام اینجا رو برای خودم یه سقف بزنم. چرا؟ چون قراره اینجا بارون بیاد و خب نمیخوام خیس شم. این قراره سقفم باشه. بیاید یادتون بدم یه چیزی مثل این پلاستیک رو چجوری اینجور گره بزنیم و بچسبونیم به یه جایی. ببینی سفت به سفت گرهش رو یادتون بدم. ببین گوشه پلاستیک رو برمی‌داری اینجوری تا می‌کنی. خب یه مقدار طناب اینجا اضافی می‌ذاری، از اینجا اینو میندازی اینجا و بعد اینو میخوابونی روش. ببینی یه همچین حالتی میشه. بعد اینکه اضافی اومده رو اینجا میپیچی. هر چقدر بتونی سفت‌تر و بیشتر بپیچی بهتر. و در نهایت هم حتما حواستون باشه که به این آخری متصلش کنید، به این سمت. و تمام. ببینید من سقفم از 3 جهت زدم و از 3 جهت به درخت بس کردم، ولی برای جهت 4م هیچ درختی ندارم. بیاید بریم بهتون یاد بدم که چجور باید این مشکل رو رفع کنیم. یه چوب این شکلی که سرش وی داشته باشه برمی‌داریم، جایی که نیاز داریم یه تنه درخت باشه یا یه ستونی باشه اونجا اینو میذاریم. میخوام اینجا باشه. اینو میکوبم توی زمین. و در نهایت اینجور میکشیمش و متصلش میکنیم به زمین. ببینید از اون بر کشیدم، از روی این تناب آوردم و اینجور متصلش کردم به زمین و تمام. خب بریم زیر این سقف یه شلتر خفن بسازیم. خب حالا اینجا یه گیاه خیلی خوشمزه که در مواقع بقا هم میتونه ازش کمک بگیرید و پیدا کردم که خب در ادامه مشاهده میکنید. میدونستید سیر جنگلی همینجوری میشه کند و خورد؟ بریم نشونتون بدم. خب بچه ها این سیر جنگلیه، ببینید. میبینید چقدر جالبه. یکم میشه تمیزش کرد اول که گل نخوریم. مگه میشه انقدر خوشمزه باشه؟ یس! حالا هم چون با خودم آبی نیاورده بودم مجبور بودم از آبی که توی طبیعت هستش استفاده کنم. میخوام از این آب بخورم. عمرن به جاش از این استفاده میکنم. به به. همینطور که میبینید کم کم هوا تاریک شد و منم زیر صدای باران یه خواب دلچسب کردم تا فردا صبح که سر جمع کنم و برگردم.
من وقتی اومدم اینجا هیچ رودخونه ای نبود و الان انقدر بارندگی زیاد بوده که اینجا رودخونه تشکیل شده و زیرش هم یه حالت باطلاقی طور شده و خیلی دشوارش رد شدم. واقعا نمیدونم چه غلطی بکنم و دیگه ناچارم باید از اینجا رد شم. بریم که زنده بمونیم. از اینجا به بعدم دیگه چالش خاصی نداشتم و با 1-2 ساعت پیمایش به ماشین رسیدم و تمام. اگر میخوای سفرهای بعدی رو ببینی، برای اینکه صفحه‌مو گم نکنی سابسکرایب کن و زنگوله رو فعال کن.